چینی‌ها کثیفن. به هیچ کس به نظر من نگین، اصلا اینجا امن نیست، حتی به دوستاتون هم نگین. چین تنها کشوریه که حتی با عنوان دانشجو کار پاره وقت واسش تعریف نشده. واقعا مثلا ویزا رو همونجا کنسل میکنه. ما داشتیم ها، پیون اداره مهاجرت چک میکنه، هر ترم میان خونه شما رو چک میکنن که بچه‌ها چطورید. به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدین. امروز قراره که به سوالاتون جواب بدم، سوالی که راجع به حالا همه چیز ازم گفتم سوال میتونین بپرسین که به مناسبت 40 کار شدنم توی اینستاگرام هفته قبل یه کوئسچن باکس گذاشتم که البته الان نزدیک 42 کا شدیم. بعد گفتم بیام اینجا چون سوالا خیلی زیاد بود، یه تعدادش رو تو خود اینستاگرام جواب دادم، ولی خب یه تعداد دیگه‌اش رو به خاطر که می‌خواستم یک سیو بشه، یه جایی باشه که بمونه و هر کس خواست بیاد رجوع کنه بهشون و جواب سوالاشو داشته باشه، اومدم ویدیو یوتیوبشو بگیرم. و من چون با گوشی دارم ویدیو رو میگیرم نمیتونم دوباره برم از روی گوشی سوالا رو نگاه کنم، یادداشت کردم و از روی این میخونم. بریم شروع کنیم چون سوالا خیلی زیاده و من نمیخوام زمان ویدیو خیلی طولانی بشه، به خاطر همین خیلی سریع میرم سراغ سوال اول. خیلیاتون به هم لطف داشتین، ازتون ممنونم، ولی من فقط اون تیکه آخر مثلا سوالتون رو نوشتم یا فقط سوالای مثلا خیلی پرتکرار اومدم نوشتم که میتونستم جواب بدم. یکی که ازم اولین سوال اینه که پرسیده چطور مهاجرت کردی، تحصیلی یا کاری؟ من تحصیلی تو مرحله اول، تو استیج اول من تحصیلی اومدم که فکر میکنم 2 تا ویدیو هم راجع به همین دارم، سر دوره زبان چینی رو دارم، یه ویدیو دیگه هم دارم که کلا در مورد پروسه مهاجرتم صحبت کردم، میتونید اونم ببینید. ولی ویزای من اولین اقدام من واسه مهاجرت تحصیلی بود، از طریق تحصیل اومدم و خب الان تقریبا بعد از 2 سال من عوضش کردم، تازه این عوض کردم و ثبت شرکت کردم. پرسیدین که خانواده‌ات پول میفرستن یا خودت کار میکنی؟ من خب ببینید من سنم مثلا 17 18 سال یا 20 سالم اینا نیستش که مثلا بگم که اوکی مثلا من هنوز وابستگی مالی دارم به خانواده‌ام بعد من رو ساپورتم کنن، که هرچند توی اون سنم من خدا رو شکر ساپورت مالی از طرف خانواده نداشتم. حالا میگم خدا رو شکر به خاطر یعنی خودم کار میکردم، مثلا از 16 سالگی کار میکردم، خودم به حد خودم داشتم. الانم من چون از قبل کار میکردم، شرکت خودم رو توی ایران داشتم کار میکردم، پول سیو داشتم دیگه. با پول سیوی خودم آمدم اینجا، یک نزدیک انگار 2 سال من با دوره زبان رفتم جلو، هنوز کامل 2 سال نشده، با دوره زبان رفتم جلو که مثلا بسنجم شرایط رو ببینم چه جوری اصلا آقا من دوست دارم اینجا بمونم و بعد بیام ثبت شرکت کنم، چون اصلا اون اولش هم میتونستم این کار انجام بدم، ولی گفتم خب چون شرایطش رو دارم میتونم تحصیلی بیام، خب چه بهتر بذار تحصیلی اقدام کنم. به خاطر همین من با تحصیل اومدم اولش و تا الانم خانواده‌ام پولی واسم نفرستادن، یعنی من نخواستم که بفرستن، خدا رو شکر نیازی نشده. به عنوان دانشجو میشه کار کرد؟ ببینید چین تنها کشوریه که حتی با عنوان دانشجو کار پاره وقت واسش تعریف نشده، خیلی سختگیره توی این زمینه. به خاطر همین باید خیلی مراقب باشید اگر میخواین کار کنید و اینم بگم نترسید، اینجا خیلی دارن کار میکنن با عنوان دانشجو، به خصوص تو شهری که من هستم یه جورای شهر ایوو، یه جورای منطقه خاکستری چین حساب میشه، چون همه دارن توش کار میکنن و اکثر بچه‌هایی که اینجا میان تحصیل میکنن، به خصوص بچه‌های کالج، به خاطر اینه که بیان کار کنن، واسه همین میان. خب ولی خیلی باید مراقب باشین اگر از خودتون بیزینس دارین و قراره اینجا بیزینس خودتون رو ادامه بدین، حالا میخواین تحصیلی مثلا 1 سال 2 سال مثل من بمونین که شرایط رو بسنجین یا پول سیو کنین، به هیچ کس به نظر من نگین، اصلا اینجا امن نیست، حتی به دوستاتون هم نگین که آقا مثلا من دارم با تحصیلی مثلا دوره کالج زبان رو برداشتم، بگین آقا من ثبت شرکت کردم دارم کارمو انجام میدم، خب که اطرافیان نفهمن. این از این. حالا خودتون بعد میفهمین که چرا، چون این نمیشه، این به هیچ کس نمیشه اینجا اعتماد کرد. و دومی که اگر حتی زمانی که دانشجو هستین برای خودتون هم میخواین کار کنین، بعد خیلی یه جورایی مخفیانه طور باشه، نمیتونین بریم مثلا تو دفتر کسی کار کنین، نمیتونین به عنوان مثلا کارمند کسی باشین یا خیلی علنی مثلا خودتون جنسی رو مثلا تو فاکتور به نام خودتون بزنین بفرستین حالا کشور دیگه یا ایران بخواین بفرستین، این کارا رو نمیتونین. واقعا پلیس پیگیری میکنه، اداره مهاجرت چک میکنه، هر ترم میان خونه شما رو چک میکنن که ببینن آیا شما فاکتوری ندارین. حالا وقتی میان خونه‌تون رو چک میکنن، به خاطر خیلی موردا میان هر ترم میان خونه دانشجو رو چک میکنن، ولی ممکنه مثلا این وسط یهو مثلا پلیس هم بیاد
ببینه که آیا تو خونه تو مثلا جنسی هست، مثلا باری هست اونجا، نمونه محصولی هست، فاکتوری هست، اینا رو باید همیشه حواستون باشه و در دسترس قرار ندین. خب چون که اجازه ندارید دیگه، غیر قانونیه و خیلی راحت بهتون میگن که یا ویزاتو عوض کن یا برگرد برو. یعنی مثلا واقعا مثلا ویزا رو همونجا کنسل میکنن. ما داشتیم ها، پیش اومده. سوال بعدی، از چه طریقی اقدام کردی؟ وکیل یا خودت؟ من حقیقتا زمانی که چین رو انتخاب کردم، یعنی دیگه مقصد آخر من شد چین که میخواستم بیام چین، شروع کردم گشتم دنبال، حالا وکیل نه، دنبال کسی میگشتم که ثبت شرکت کنه و اونجا کسی رو پیدا کردم. من تو اینستاگرام یک شرکتی رو پیدا کردم که ثبت شرکت برای ایرانی‌ها انجام میدادن. تمام شرایطش رو من توضیح داد و واقعا هم قرار بود همونطوری از طریق همون شرکت بیام اینجا. و البته چون من از چند نفر دیگه هم پرسیدم، این شرکت رو میشناختن، تایید دادن که آره این شرکت معتبریه و من به خاطر همین خیلی تحقیق کردم. به خاطر همین می‌خواستم از طریق همون شرکت اقدام کنم، بیام ثبت شرکت کنم. که یهویی واقعا میگن هر چیزی یک یه حکمتی داره، نمیدونم چجوری بیان کنم. قبلا فکر کنم تو ویدیوهای قبلیم گفتم، ولی کارهای خودم اون زمان آخه دبی بودم. از دبی برگشتم ایران. توی یکی از این برگشتنام که اومده بودم مشهد، یکی از همکارام گفت من یه دوستی دارم چین زندگی میکنه و اون اومده مشهد، دفترش رو اگر دوست داشتی چون تو هم به چین داری فکر میکنی برو باهاش صحبت کن. و خیلی واقعا بر من خوب شد، چون من اصلا فکر نمی‌کردم که مثلا کالج مثلا واقعا دنبال تحصیلی نبودم، چون من خب درسم دانشگاه همه تموم شده بود توی ایران و اصلا دنبال این که بخوام تحصیل کنم نبودم. و این آقا رو که رفتم دفترشون باهاشون آشنا شدم، خدا خیرشون بده، به من گفتش که خب بیا تو از طریق دوره زبان چینی بیا. من با اون آقا آشنا شدم و ایشون این کالج رو من معرفی کرد و کارهای اپلای کردن من توی اون دوره کالج زبان چینی رو به عهده گرفت و من اینطوری شد که اومدم. یعنی مثلا ناخواسته توی این مسیر قرار گرفتم. مورد بعدی، هر ماه هزینه ها چقدر میشه؟ یه پست خیلی کامل دارم توی اینستاگرام راجع به هزینه های زندگی توی شهر خودم بچه‌ها، چون هر شهر به شهر فرق میکنه. مثلا منی که ایبو زندگی میکنم، هزینه های زندگیم با کسی که توی گوانجو زندگی میکنه، با کسی که توی شنزن یا شانگهای زندگی میکنه، چون تجمع ایرانی‌ها توی این شهر بیشتره، به خاطر همین دارم بهتون میگم فرق میکنه. هزینه های زندگی برای منی که الان مثلا توی یه خونه هستم که مثلا یه اتاق خواب اینطوری داره، یه حال داره، همین مثلا یه سویت تقریبا نسبتا نمیشه گفت بزرگ نمیشه گفت کوچیک حساب میشه. من دارم ماهی حدود، من الان اینجا رو 1700 یوان دارم میدم در ماه بدون آب و برق. و خونه اولی که من سال اول توی خونه زندگی میکردم که مثلا نصف اینجا بود، یعنی مثلا اتاق خواب جدام نداشت، کلا یک سویت بود، اونجا داشتم 2000 تا میدادم. به خاطر چون منطقه‌ام خیلی بهتر بود، مثلا توی خیابون اصلی بودم، نزدیک بازار بودم و اصلا اون تایم به این فکر میکردم که خب من میخوام یه جای خیلی خوب باشم، نمیخوام مثلا افسردگی بگیرم و جام خیلی برام مهمه اینا. و خب ماهی 2000 تا اومدم پرداخت میکردم، ولی خب خونم خیلی کوچیک بود. بعد از یه سال اومدم اینجا موو کردم، اومدم توی این خونه که نزدیک کالج باشم که رفت آمدم راحت تر باشه و خب دیگه زیاد کاری هم به بازار نداشتم. اینجا خب هم بزرگتره چون تو کوچه های پشتی میشه، تو خیابون اصلی نیست و قیمتش هم برام ارزون تره. خلاصه اجاره خونه رو شما در نظر بگیرید برای یه سویت خیلی معمولی بین 1600، حالا کمتر از اینم پیدا میشه، ولی خب دیگه خیلی یا کوچیکه یا خیلی تمیز نیست. شما همون 1500 1600 در نظر بگیرید، اکثر شهرها 2000 تا پیدا میتونید بکنید. خب یه خونه خیلی معمولی. بعد شما مثلا 1500 تا 2000 یوان، خب حالا من نمیدونم نرخ یوان اونجا الان چقدره، من خودم با یوان 6500 اومدم بیرون از ایران، الان شده فکر کنم 12، الانی که من حرف میزنم 12400. 1500 تا 2000 تا میشه اجاره خونه‌تون. من خودم برق، چون الان واقعا هوا گرم هستن نمیتونی کولر رو روشن نکنی، کولر رو روشن میکنم، بعد پول آبم که میدم ماهی 400 500 یوانم پول آب و برقم میشه، که میتونی تو روزایی که مثلا هوا خوبه، مثلا تو فصلایی که هوا خوبه مثل پاییز که نیازی نداری کولر رو روشن کنی، نه واسه سرمایش نه واسه گرمایش، شما شاید مثلا ماهی 200 یوان بیشتر پول برقت نشه یا حتی کمتر. ولی الان تو اوج مصرف 500 یوان شده برای من.
500 یوان هم میگیم تو اوج مصرف داریم در نظر میگیریم، 1500 با 500 من خونه کمترین خونه رو براتون در نظر میگیرم، میشه 2000 یوان خونه‌تون کلا. بعد دیگه چه خرجی دارید؟ مثلا میخواین غذا بخورین دیگه، از بیرون اگر مثلا خرید هایپرمارکتی داشته باشین و بیاین مثلا خودتون غذا تو خونه آشپزی کنین بخواین درست کنین، بازم 1500 تا میشه. یه نفر که باشین 1000 تا 1500 تا میشه. این میشه 3500 تا برای کسی که دیگه مثلا خیلی کاری نداره بیرون، یعنی خریدی نداره، تفریحی نداره، سفری نداره و اینا، لباس و اینا هم حساب نمی‌کنم، فاکتور میگیرم. مثلا شما میگیم سال اول نمیخوای هزینه کنی، با ماهی 3500 تا میشه یه دانشجو مثلا یه زندگی خیلی نرمال و خوب، حالا خوب که میگم یه زندگی نرمال داشته باشه. من خودم در ماه معمولا شده مثلا 9000 تا 10000 تومان دارم خرج میکنم، یه خورده دل خرجم، ولی هزینه‌های زندگی من اینطوریه. ولی شده مثلا ماهایی بوده که واقعا بعد صرفه جویی میکردم چون پول نبوده، مشتری پول نمیزد یا اصلا خودم پول نداشتم، دیدم که مثلا تونستم با 3500 4000 تومان زندگی کنم، میدونی، یعنی میگم میشه. البته من یه گربن دارم که خب ماهی 200 یوانم خرج اونه. خب این از این خرجتون اینجوریه اگر بخوایم مثلا یه زندگی خیلی نرمال بگم مثلا داشته باشین. این فکر کنم کافی بود اینا که گفتم. بعد سوال بعدی نوشته که چینی‌ها کثیفن. چینی‌ها ببین ما خودمون تو ایران هم آدم کثیف داریم، یعنی همه جای دنیا داریم آدمی که کثیف باشه، خب همه جور آدم پیدا میشه. اینجا هم به نظر من آره مثلا شاید به نسبت ایرانی‌ها واقعا کثیف‌ترن. اینو من مثلا تو شهری که حالا من هستم، مثلا من الان خودم وقتی میام توی خونه، خب تو هر خونه که مثلا میخوام عوض کنم بیام، چون خیلی خونه، حالا بعد یه ویدیو براتون بذارم، من توی یه روز رفتم 18 تا خونه دیدم، اون ویدیوشو میام میذارم به زودی همین قبل از این خونه رو بخوام بگیرم. واقعا خونه ها کثیف، اصلا ما واقعا خونه رو میسابیم، حتی وقتی میخوایم بریم بیرون خونه رو تمیز میکنیم تحویل میدیم. اینا نه، اصلا انقدر کثیفی که به خودت میگه طرف چه جوری تو این زندگی میکنه، اصلا واقعا حتی آلردی داره تو اون زندگی میکنه ها. مثلا رفتم خونه دیدم که طرف داشته توش زندگی میکرده دیگه، حالا قرار بوده جمع کنه بره، مثلا یه هفته دو هفته دیگه می‌خواسته جمع کنه بره. انقدر خونه کثیف بود، انقدر کثیف بود که اصلا من واقعا می‌خواستم بالا بیارم اونجا. خیلی از نمیتونم بگم خیلی، چون من چینی تمیزم خیلی دیدم خب، ولی احساس میکنم درصد کثیفی و شلختگی بین چینی‌ها انگار بیشتر از ما ایرانی‌هاست، احساس میکنم. خب ماها واقعا تمیزیم ولی اینا نه، کثیفن. و فقط چینی‌ها نیستن، مثلا من یه دوست پسر آفریقایی داره و میگه که مثلا اونا همشون آفریقایی، خونهشون که میری کثیف، یعنی اونا هم خیلی کثیفن. خلاصه خود چینی‌ها مثلا ظاهرشون وقتی میری بیرون میبینیشون تمیزن، حالا بینشون بدبو هم پیدا میشه، خب بوگندو یعنی، ولی همون فردی که تمیزه مثلا میری تو خونهش میبینی و مثلا چقدر شلخته است، مثلا همه چی ریخته اینور اونور، چون آشپزی که میخواد بکنه دور گازش کثیف، دیوار کثیف. مثلا ما اینطوری نیستیم، برای همین به نظر من آره مثلا میشه گفت چینی‌ها تو این شهری که من هستم خیلی تمیز نیستن، یعنی درصد تمیز بودن چینی‌ها به نسبت کثیفیشون کمتره. غذا پیدا میشه، آره توی ایوو البته که پیدا میشه. شما کلا توی ایوو اصلا مشکل غذا، مشکل سوپرمارکت نه هیچی پیدا نمی‌کنین. حالا تنوع سوپرمارکتی خیلی کمه، من قبلا بازم از سوپرمارکت‌ها گذاشتم و اتفاقا یه ویدیو از سوپرمارکتی که همه چی میتونید توش پیدا کنید توی اینستاگرام قرار بذارم، اینجا میذارم. مشکلی ندارید شما توی ایوو، مشکلی ندارید. حتی توی نمیدونم تو گوانجو چه جوریه، چون گوانجو هم خیلی ایرانی داره و اصلا کلا عرب زیاد داره، اما ایوو چون خیلی اینترنشنال و حتی خود چینی‌ها میگن که اصلا خارجی‌ها دارن از ما بیشتر میشن، مثلا چینی اینجا کمتر می‌بینید تا خارجی. به خاطر همین انواع اقسام رستوران‌ها هست، عربی، ترکی، ایرانی، بعد هندی دیگه، اصلا کلا کامیونیتی دو سه تا رستوران ایرانی هست اینجا، حتی غذا خونگی ایرانی مثلا کسایی هستن که خودشون درست میکنن و توی ایو فوق العاده فراوانی است. نوشته که مدلینگ توی چین چجوریه، چون دیدم تو مدلینگ کار کردی. آره ببینین کلا توی چین شاید ما چهرهامون متفاوته و خب صورتامون از نظر اونا خیلی ظریف‌تر و کوچیک‌تره، چون اونا خودشون خیلی زیادشون مثلا بزرگتره از چینی، اکثرا صورت خیلی گرد و پهن‌تری دارن.
بعد به خاطر همین ما به نظرشون جذاب‌تر میایم و میشه مثلا من خودم روز اولی که اومدم اینجا خیلی باهم عکس میگرفتن و این برای همه خارجی که میان این اتفاق میفته. حالا توی ایوو باز کمتره ها، چون توی ایوو اینقدر خارجی زده که دیگه خود چینی واقعا توجهی بهت نمیکنن. ولی مثلا شهرایی بریم، من شهرایی رفتم که به خاطر کارم حالا میرفتم و خیلی خارجی توش کم بود، یه حس سلبریتی بودن به دست، مثلا هر جا میرفتی باید عکس میگرفتن و خب واقعا بعدش خودت کم اذیت میشی. ولی که اومدم اینجا همینطوری مثلا عکاس خیابونی ازم عکس میگرفت، یا مثلا بعضی جاها میگفتن که خب بیا به خاطر مثلا چون فیس که مثلا متفاوته بیا توی مثلا ویدیو تبلیغاتی ما باش. من میرفتم، پولی هم دریافت نمیکردم، چون همینطوری خودشون هم میگفتن مثلا دوست داری این پروژه هست، ما از تو خوشمون اومده، بیا مثلا شرکت کن. منم میرفتم، یا مثلا پول خیلی کمی بهم دادن. بعد کم کم یه آژانس اومدن با هم صحبت کردن، خودم رفتم یعنی پیگیرتر شدم و این شد که نمیشه بگم که من الان وارد صنعت مدلینگ شدم، چون نه مثلا من اصلا کارم چیز دیگه است و نمیخوام واردش بشم، مثلا کار من کلا با اون فرق میکنه، اصلا نمیدونم در آینده چی میشه. ولی بعضی وقتا همینطوری مثلا حرفه‌ای طور که بخواد باشه، پروژه‌ای دارن که مثلا برای برندها کار میکنن، برندهای خود چینا برای اونا کار میکنن، من زنگ میزنن پولش خوب باشه میرم. خب سوال بعدی اینه که هزینه کالج زبان چینی چقدر پرداخت میکنی؟ سالی که من اومدم ثبت نام کردم هزینه کالج زبان چینی برای یک سالش 15,000 یوان بود که یه مبلغ 700 یا 800 یوان یادم نیست دقیق، واسه یه بیمه بعد پرداخت میکردیم برای یک سالش. شما فکر کن 16,000 تا برای یک سال بعد پرداخت میکردی و الان تقریبا از ترم قبل به این ور هزینه ها تغییر کرد. حالا مثلا برای ماهایی که دانشجو مثلا اگه من می‌خواستم ادامه بدم بازم برای من همون 15,000 تا مثلا بر اساس اون حساب میشد میرفت جلو. ولی بچه‌هایی که از ورودی ترم قبل به الان بودن شده ماهی 19,000 تا، ماهی میگم شده سال 19,000 تا و شما موظف یعنی باید سال اولی که وارد کالج میشید یه جا پرداخت کنید برای یک سالتون، اما بعد از سال دوم چون تا 3 سال میتونید زبان چینی مثلا دوره زبان چینی رو بگذرونید، بعد از سال دوم شما میتونید ترم به ترم پرداخت کنید. مثلا اگه نداشته باشید بهتره که سال به سال، اگر قصدتون اینه که مثلا 3 سالشو برین بهتره که سال به سال پرداخت کنین، چون ویزاتون براتون مثلا 9 ماهه صادر میشه و خیلی خیلی خوبه. یعنی میدونید مثلا اگه بخواید وسطش بریم مثلا ایران جای کار داشته باشین یا اصلا کلا نگرانی ویزا ندارین، چون هر دفعه که بخواید ویزاتون رو تمدید کنین 400 یوان بعد پرداخت کنین، بیشتر 400 یوان بعد برین توی چکاپ پزشکی، 400 یوان باز بعد موقع تحویل پاسپورتتون بدین، 800 یوان خب این وسط میره تو پاچتون و خب پول زیادیه. برای همین اگر دارید و قصدتون ادامه تحصیل مثلا 3 ساله دوره زبانه، هر میشه یک سال تمدیدش کنید. ولی خب دیگه میگم برنامه‌تون اگر مشخص نیست میتونید ترم به ترم تمدیدش کنید از سال دوم به بعد. دیگه چی میخواستم بگم؟ همین رایت سنی چیزو پرسیدن، کالج رو که قبلا هم گفتم. ببینین هر شهر باز میگم قوانین خودشو داره. ایوو و گوانجو، حالا گوانجو رو من اقدام میکردم میگم نداره، مثلا بالای 30 سال نمیتونین ثبت نام کنین یا زیر 18 سال نمیتونین. 18 تا 30 سالتون میشه. اکثر شهر و اکثر کالج‌های مثلا بزرگتر، نه نگم بزرگ، باز میبینین وسط یه چیزی پیدا میشه من میگن اشتباه گفتی. ولی خب تا جایی که من میدونم بین 18 تا 30 خب بیشتر کالج‌ها، ولی هستن مثلا بعضی شهرها حد سنی نداره، شما میتونید تا 30 مثلا 36 7 سال برید ثبت نام کنید. سوال بعدی گفته که به نظرت ایوو یا گوانجو؟ خب من اینو نمیتونم بگم، چون میگم بستگی به هدف خود فرد داره. مثلا من خودم ایوو رو به خاطر که یه خورده هزینه‌هاش مناسب‌تر و از نظر غذایی به مشکل نمیخوردم، من چون گزینه‌ای بودش که اقدام شد واسه مثلا اپلای تحصیلیم اومدم اینجا. خودم اول گوانجو رو خیلی بیشتر دوست داشتم چون بزرگتر بود، گوانجو رو بیشتر دوست داشتم، ولی الان میگم انتخاب درستی کردم که ایوو هستم. شاید در آینده برم مثلا جای دیگه زندگی کنم، مثلا گوانجو نمیرم البته به خاطر آب و هواش، مثلا شاید هانگژو برم، هانگژو خیلی دوست دارم برم اونجا زندگی کنم، ولی الان در حال حاضر بهترین گزینه برای من ایوو بوده. و هر کسی باید با توجه به شرایط کار خودش، اگر بیزینسی می‌خواید بیاین خب بعد ببینید اصلا کارتون چیه. یه سری شغل‌ها هستش که اصلا کلا باید برین گوانجو زندگی کنین، یه سری شغل‌ها هست باید برین شنزن زندگی کنین. اگر حالا دوست دارید حتما بهم بگین تو کامنت‌ها که بهتون بگم، یا اگر مثلا توی چه بگم که مثلا چه فعالیتی چه تجارتی بهتر برای کجای چین زندگی کنه. نمیخوام تایم ویدیو خیلی طولانی بشه، سوال زیاده، شاید بعدم یه ویدیو دیگه درست کنم.
مرسی که مرسی زبونم میگیره، من خیلی زبونم میگیره. مرسی بچه‌ها که تا اینجا ویدیو منو نگاه کردین. ممنون میشم اگر واسم کامنت انگلیسی بذارین که حسابتون نپره. منو به دوستاتون معرفی کنید، در حقم خیلی لطف میکنین چون واقعا نیاز دارم دیده بشم. دارم زحمت میکشم. ممنونم، مرسی، خدافظ.